سلام دوستان عزیز، ممنونم که منو حمایت میکنین و سابسکرایب میکنین. خب یه حلقه جادویی و یه زنجیره میزنیم. 9 تا زنجیره دیگه در ادامه من میبافم. توی این مرحله از زنجیره دوم شروع به بافت میکنیم. اولین زنجیره باید افزایش بدیم، یعنی توی یک زنجیره 2 تا پای کوتاه ببافیم. این از 2 تا پای کوتاه و در ادامه 6 تا پای کوتاه توی زنجیره ها میبافیم. 1 پایه، 2 پایه و 6 پایه رو در ادامه میبافم. وقتی رسیدم به پایه بعدی این 6 تا 3 تا پایه یک جا می بافم برای دور زدن توی بافتمون. خب وقتی من به انتهای بافتم میرسم، این 6 پایه رو بزنم و 3 پایه یک جا 7 تا تک می بافم. این 7 تا تک دقیقا روبروی بافت ما. این 3 تا پایه رو من اینجا می بافم. 3 تا پایه رو توی یه زنجیره بافتم، برمیگردونم اون لبه پشتی که زنجیره زده بودم اونها رو هم می بافم و روی هر کدوم یه پایه میزنم. این نخ رو هم داخل بافتم پنهان میکنم. یه پایه و در ادامه 7 پایه دیگه می بافم. حالا برای رج دوم ما افزایش داریم، اونم 2 بار، یعنی پایه اولمون 2 بار بافته میشه، پایه کوتاه زده میشه 2 تا پایه کوتاه و پایه بعدیش رو هم همینطور 2 تا پایه کوتاه داخلش میزنیم. بعد از این 6 تا پایه تک باید ببافیم. 6 تا پایه تک رو ببافیم. بعد از 6 تا پایه تک افزایش داریم، اون هم 3 بار، یعنی توی پایه اولمون یه افزایش، پایه بعدی هم یه افزایش میزنم من و پایه سومم هم یه افزایش دیگه میزنم که مجموع بعد 6 تا پایه بافته باشم. بعد از اینکه 3 بار افزایش دادیم 6 پایه تک میبافیم روبروی پایه های قبلی. توی این قسمت ما الان باید 6 تا پایه ببافیم. بعد از 6 پایه تک ما یه افزایش توی دونه آخر داریم. پایه هامونو باید بشماریم. توی این رج ما 24 پایه داریم. توی این مرحله من نخ نشانم رو روی آخرین پایه قرار میدم که دچار اشتباه نشم. اینم از نخ نشانم. شما میتونید با مارکر یا هر چیز دیگه ای که دارید آخرین دونتون رو مشخص کنید که گمش نکنید. بریم برای رج 3، بافت رج 3. توی این مرحله شما باید یه دونه تک ببافید و یک افزایش و این کار رو 2 بار تکرار کنید. 1 پایه، پایه بعدی رو افزایش میدم. اولین بار 1 پایه، پایه بعدی رو من باز افزایش میدم و آخرین بارم باز 1 پایه، پایه بعدیش رو من افزایش میدم. بعد از این مرحله من باید 6 پایه تک ببافم.
بعد از اینکه 6 پایه تکم رو بافتم میام یه پایه تک و بعدیشو افزایش میدم. این کار رو 3 بار انجام میدم. یه پایه تک و بعدیش رو افزایش میدم. این رو 3 بار تکرار کنیم. بعد از اینکه یک تک یک افزایش رو 3 بار تکرار کردیم 7 پایه تک رو میبافیم و دونه آخر رو افزایش میدیم. توی این مرحله شما باید 30 تا دونه داشته باشید. دونه هاتون رو بشمارید که کم نیارید. حالا من میخوام رج شماره 4 رو ببافم. اول از همه 3 تا پایه میبافم. 1 2 3 تا پایه بافتم و یه دونه افزایش باید بدم. حالا 1 اینم دومیش. این کار رو 2 بار تکرار کنید، یعنی 3 تا تک یک افزایش رو تکرار کنید. 3 پایه تک، اینم افزایش من. و بعد از این مرحله 6 پایه تک میبافید. بعد از اینکه 6 تا پایه تکمون رو بافتیم توی این مرحله باید 2 تا پایه تک ببافیم و بعدی رو افزایش بدیم. یعنی یه پایه اینجا من میبافم، 1 بعدی 2 تا پایه بافتم، بعدی رو افزایش میدم و این کار رو بازم 3 بار تکرار میکنم. این 1 بار، 1 پایه، 2 پایه، بعدی رو افزایش میدم. بعد از این افزایش پایه هایی که میمونه میبافیم همه رو. آخرین پایه رو افزایش میدیم. توی این رشت در کل ما باید 36 پایه داشته باشیم. هر رشت پایه هاتون حتما بشمارید. این رشت خیلی مهمه، پس دقت کنید که این پایه هایی که دارم نشون میدم باید روی نخ پشتیش یا از حلقه پشتیش بافته بشه. دست من رو خوب نگاه کنید. این گندمی ها رو ببینید. هر رجم نخ نشانتون رو با خودتون بیارید که آخر رج رو گم نکنید. قسمت رو ببینید. ما گندمی داریم به این شکل، 2 تا نخ داره، یه جلویی یه پشتی. ما باید از پشتی پایمون باید نخ بگیریم و پایه ببافیم به این شکل که من دارم میبافم. 36 پایه رو ما باید ساده بافی کنیم از نخ پشتی پایه هامون. پس فراموش نکنید. من دستم رو جلوتر آوردم که شما کامل ببینید. امیدوارم متوجه این قسمت بشید چون خیلی مهمه. کفی پامون تموم شده، داره کناره های پا شکل میگیره که شما باید از حلقه پشتی بافت انجام بدید. خب من اینا رو انجام دادم، برگشتم. حالا رج 6 تا 8 یعنی 6 7 8 رو 3 رج رو شما باید ساده بافی کنید.
خب من ساده بافیامو انجام دادم، کناره های پا مشخص شد. بعد از این ما میایم 3 تا پایه میبافیم. 1 2 و 3 تا پایه. نخ نشانمون رو اینجا جدا میکنیم و میاریم تو این قسمت قرارش میدیم. پس فراموش نکنید 3 تا پایه ببافید، برید جلو، بعد نخ نشانتون رو این قسمت قرار بدید. بعد از اینکه نخ نشانتون رو قرار دادین، شما باید بیاین یک تیکه پلاستیک مثل من، این پلاستیک رو ببینید، پایی که بافتید رو بذارید روش و اندازه کف پاتون یه تیکه پلاستیک برشت کنید. از هر وسیله میتونید استفاده کنید، کارتون پلاس یا پلاستیکایی به درد نخورتون با خودکار روشو بکشید و با قیچی اونو دور تا دورشو ببرید. وقتی کفیو بریدم، کفیو قرار میدم سر جاش، کامل فشار بدین که ته ته بافتتون قرار بگیره به این شکل. دور تا دور کار رو کامل فشار بدین که کفش بخوره. بریم رجه بعدی. 9 11 تا تک میبافیم. بعد از این توی این قسمت جلوی کفشمون میخواد شکل بگیره که 7 بار کاهشی داریم، یعنی دونه جلویی رو میگیرم با دونه پشتی و دوتاشو یکی میکنم، یه پایه میبافم. این میشه کاهشی ما. 7 بار این کار رو تکرار میکنم. این دومین بارم و نختون رو کامل بکشین که سفت سفت بافته بشه. سومین بار کاهشی انجام میدم. نخ جلویی با پایه بعدی نخ پشتیشو میگیرین. ببینید به این شکل جلویی بعدیش پشتی رو میگیریم و میبافیم. به این شکل شما 7 تا رو انجام میدید. وقتی 7 تا تک کاهش داشتیم 11 تا پایه برای ما میمونه که اون 11 تا پایه رو تا انتها میبافیم. توی این رج شما باید در کل 29 پایه داشته باشین. همه پایه هاتون رو بشمرین که اشتباه نکرده باشید. برای بافت رج 10 ما 10 تا پایه میبافیم. بعد از اینکه 10 تا پایه‌مون رو بافتیم میریم سراغ کاهش. یه پایه کاهش میدم تو این قسمت، نخ جلویی از پایه اول و نخ پشتی از پایه دومو میگیرم، یه کاهش و یه دونه پایه تک میبافم. این کار رو من 3 بار تکرار میکنم. بعد از 3 بار تکرار یک کاهش میدم، یک کاهش دیگه انجام میدم اینجا و 8 پایه تک دیگه برام میمونه که اون 8 پایه تک رو هم میبافم تا برسم به آخر رج، یعنی برسم به نشانگرم. برای رج 11 من 9 تا تک میبافم.
بعد از 9 تا تک ما 4 بار کاهش داریم توی این رج. نخ جلویی رو با نخ پشتی میگیرم و میبافم. اما بعضی جاها که سخت پایه گرفتن، نخ گرفتن، میتونید پایه کامل رو نخ بگیرید و ستا رو یکی بکنید. بعد از 4 بار کاهش 8 تا پایه برای ما میمونه که اون 8 تا رو میبافیم. برای بافت رج 12 ما میایم 9 تا پایه تک میبافیم. بعد از 9 تا پایه تک ما 3 بار پایه کاهش داریم. هر جا سختتون بود به روش کاهشی که من گفتم میتونید یه پایه از اولی بگیرید، یه پایه از دومی و ستا رو یکی کنید به این روش، چون این قسمت دیگه دونه ها کمتر میشه، فشرده میشه و سخت بافتنش. توی این مرحله یه سیم مفتول به اندازه 40 سانت برش میکنیم. من اندازه رو دقیق بهتون بگم که شما بدونید 40 سانت سیم رو برش کنید. خب این از 40 سانت سیم مفتول من. بعد از برش کردن سرش یه کوچولو گرد میکنیم، هلالی میکنیم و با چسب برق، من با چسب برق سفید رنگ کاملا بدنه این سیم رو کاور کردم تا بالا به این ترتیبی که میبینید. سیم مفتول رو توی پا قرار میدم، سرش کج میکنم و توی پا قرار میدم و حالت میدم بهش و به وسیله الیاف روشو پر میکنم که سیمو کامل نگه داره. اینم از مقداری الیاف کامل بازش کنید که گوله نباشه و با انگشت یا هر وسیله دیگه‌ای که دوست دارید الیاف رو داخل پا قرار بدید. خب من پا رو با الیاف پر کردم، سیمم داخلش قرار دادم، کاملا محکم شد. حالا برای رج 13 14 و 15 شما باید دور تا دور ساده بافی کنید، یعنی 18 پایه رو 3 ردیف ببافید. خب ما میایم برای رج 16 یک افزایش میزنیم و 17 تا پایه سر جاشون میبافیم. 1 2 3 4 5 تا آخر که بشه 17 پایه. خب دوستان رج 16 رو هم بافتیم. رج 17 میایم 17 تا پایه کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 و این هم 17. 17 تا پای بافتم. یه افزایش میدم اینجا. این هم از افزایش من و یک پایه تک میمونه که میبافمش. نخ نشانم هم هر رنج با خودم میارم. برای رج 17 رج 18 ما همه پایه ها رو سر جای خودشون میبافیم. یعنی ما توی رج 17 و 18 20 تا پایه داریم که همه رو سر جای خودشون میبافیم. برای رج 19 من میام اول یه افزایش میدم. یک پایه توی همون پایه یه دونه دیگه میبافم، یعنی 2 پایه در یه پایه بافته میشه. بعد از افزایش 19 تا تک میبافم. برای رج 20 هم شما همه پایه ها رو سر جای خودشون میبافین. یعنی 21 پایه باید داشته باشین که در رج 20 همه رو باید ببافین. برای رج 21 2 تا تک میبافم، 2 تا پایه میبافم. 1 2 2 تا پایه‌مو بافتم. بعدی رو ما افزایش میدیم، یعنی 2 تا پایه رو تو یه دونه پایه میبافیم. این هم افزایش من. بعد از افزایشم 18 تا پایه میمونه که 18 تا پایه رو سر جاش میبافم. 1 2 3 میبافم تا برسم به نخ نشانم. من رج 21 رو بافتم. توی رج 21 ما باید 22 تا پایه داشته باشیم. یه مقدار الیاف میذارم توی پا و همینجور به مرور در کنار بافت من پرش میکنم و با ته قلابم فشار میدم بره داخل. برای رج 22 همه این 22 پایه رو ساده میبافیم تا برسیم به نخ نشانه. یعنی هر پایه سر جای خودش بافته میشه.
من چند دونه رو با شما میبافم، ادامهش رو شما ببافید تا برسید به آخر رج. هر سری دونه هاتون هم بشمارید که کم و زیاد نشه. رج 22 رو من ساده بافی کردم. برای رج 23 3 تا تک میبافم، 3 تا پایه میبافم. 1 2 3. من چون سفت بافتم 3. بعد از 3 تا پایه بافتن بعدی رو میام افزایش میدم باز، یعنی 2 تا پایه توی یه پایه بافته میشه. اینم دومین پایه که توی یه پایه بافته شد. این هم از این. بعد از افزایش 18 تا تک باقی میمونه، پایه باقی میمونه که تا انتها میبافیم تا برسیم به نخ نشانه. همینجا از همه شما عزیزان تقاضا دارم منو لایک کنید، کامنت کنید، انرژی بهم بدید تا ادامه بافت رو براتون توی کانال بذارم. من میرم 18 تا پای تکم میبافم تا آخر رج و بعد از اون بریم سراغ رج 24. رج 24 هم ساده بافیه، یعنی همه پایه ها که 23 پایه هست سر جای خودش میبافیم. خب دوستان، من رج 24 رو ساده بافی کردم، همه پایه ها رو سر جای خودش بافتم، یعنی 23 تا پایه تا رسیدم به نخ نشانه. نخ نشانه رو سر جاش گذاشتم. رج 25 3 تا پایه میبافم. 1 2 و 3. این 3 تا پایه. بعدی رو افزایش میدم، 2 تا پایه در یک پایه و در ادامه 19 تا پایه تک برام میمونه که همه رو میبافم تا برسم به نخ نشانم. 19 تا پایه رو شما ببافین تا بعد رج 26 و 27 رو شما باید ساده بافی کنید، یعنی 24 تا پایه سر جای خودش ببافید. به همین راحتی شما ببافید، منم میبافم میام. خب دوستان، من رج 26 و 27 هم ساده بافی کردم، رسیدم به نخ نشانم. برای رج 28 میام 4 تا دونه میبافم، 4 تا تک میبافم. 1 2 3 و 4. این 4 تا تکم رو بافتم. بعد از 4 تا تک میام افزایش میدم، یعنی 2 پایه در یک پایه. 1 اینم 2 پایه. بعد از افزایش توی رج 28 19 تا تک میمونه که اونا رو میبافم تا سر جای خودشون و بعد از رج 28 29 و 30 رو هم ساده بافی میکنم، یعنی به تعداد 25 پایه سر جای خودشون میبافم. خب دوستان عزیز، من رج 29 و 30 رو هم بافتم، ساده بافی کردم. برای رج 31 میام 4 تا تک میبافم. 1
2 3 4 4 تا تک بافتم. میام یه دونه کاهش میدم. کاهشم که گفتیم یه نخ از پایه اول، یه نخ از پایه دوم، پشت پایه دوم و یکی میکنیم. این یه کاهش، یه تک. بعد از یک تک بازم یک کاهش میدیم. نخ جلویی پایه اول، نخ پشتی پایه دوم و کاهش میدیم. بعد از این بعد از یه دونه کاهش 4 تا پایه بافتم، یه دونه کاهش، میام 11 تا پایه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11. بعد از 11 تا پایه میام یک کاهش میدم به این شکل. این یک کاهش من و بعد از یک کاهش 6 تا پایه تک برام میمونه که میبافم. 1 1 2 3 4 5 و 6. نخ نشانم رو سر جای خودش قرار. خب این هم از رج 31. برای بافت رج 32 3 تا تک میبافم. 1 2 3. 3 تا تک بافتم، یک کاهش میدم. دیگه کاهش، این کارو ما 3 بار تکرار میکنیم. یه بار، این 2 بار، این 2 بار و این هم 3 بار.
3 بار کاهش دادم. 6 تا تک میبافم، 6 تا پایه میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. 6 تا پایه تک بافتم. 3 بار از اینجا افزایش میدم. پشت سر هم 3 بار افزایش میدم. یعنی توی هر پایه 2 بار بافته میشه. این 1 این هم 2 بار افزایش و بعدی 3 بار افزایش. یه حالت زانو داره به وجود میاد. در ادامه 5 تا پایه برام میمونه که 5 تا پایه رو میبافم. 1 2 3 4 و آخرین پایه 5. پشت پا به وجود اومد و زانو. نخ نشانم رو اینجا قرار میدم. برای رج 33 و 34 23 پایه رو سر جای خودش میبافیم. رج 33 و 34. خب دوستان، من رج 33 و 34 رو ساده بافی کردم. بشمورید پایه هاتون رو. باید 23 پایه داشته باشید. برای رج 35 3 تا تک میبافیم. 1 2 3 3 تا تک بافتم و 2 بار افزایش میدم. یعنی پایه اول رو 2 بار میبافم. 2 تا پایه میزنم. 1 2 پایه بعدی رو هم 2 بار میبافم. 1 2. بعد از 2 بار افزایش 7 تا تک میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. بعد از 7 تا پایه ما میایم 4 بار کاهش میدیم. پشت سر هم 4 بار کاهش میدیم. پایه اول نخ جلویی، پایه دوم نخ پشتی، 1 بار کاهش، کاهش بعدی یعنی دومین کاهش. من خیلی سفت بافتم، خاطر همین نخ گرفتن ازش مقدار سخته. این هم دومین کاهش. بریم سومین کاهش رو بدیم.
نخ جلویی. خب دوستان عزیز، من رج 36 رو بافتم. ساده بافی بود رج 36. رج 37 میام 5 تا پایه میبافم. 1 2 3 خب بشمارین 1 2 3 4 5 پایه بافتم و 1 افزایش. 1 افزایش. 9 تا تک. دو 3 4 5 6 7 8 9 پایه و بعد 1 افزایش. بعد از 9 پایه 1 افزایش داریم، 1 و 2 پایه توی 1 پایه بافته میشه. بعد از 1 افزایش 5 تا تک برای ما میمونه که میبافیم. رج 37 رو بافتم. رج 38 23 پایه بشمارید، 23 پایه رو سر جای خودش ببافید تا برسید به نخ نشانه. خب رج 38 رو من ساده بافی کردم، یعنی 23 تا پایه رو سر جای خودش بافتم. برای رج 39 ما میایم 6 پایه رو سر جای خودش میبافیم. 1 پایه، 2 پایه، 3 پایه، 4 پایه، 5 و 6 پایه. این هم 6 پایه. بعد از 6 پایه یه افزایش داریم.
رج 39 رو من بافتم تا نخ نشانم. رج 40 رو شما ساده بافی میکنید، یعنی همه پایه ها سر جای خودشون بافته میشن. رج 40 24 پایه رو ساده بافی کردم، رسیدم به نخ نشانم. برای رج 41 میام 7 تا پایه سر جای خودشون میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. 7 تا پایه رو بافتم. یه دونه افزایش دارم من. 1 افزایش. 16 تا پایه برای من میمونه که میبافم. در آخرم بشمرید که پایه هاتون اینجا باید بشه 25 تا، چون یه دونه افزایش داشتیم. رج 41 رو بافتم، 7 تا تک، یه دونه افزایش و 16 تا پایه میبافیم که میشه 25 پایه. این 25 پایه رو 2 رج یعنی 42 و 43 ساده بافی میکنیم. خب دوستان عزیز، رج 42 و 43 رو من ساده بافی کردم. 25 تا پایه کوتاه دارم. رج 44. رج 44 7 تا تک میبافم. 1 2 3 4. خب رج 44 بودیم که 17 تا پایه رو ببافیم. 8 9 10 11 12 و تا آخر که برسیم به نخ نشانم. رج 44 رو بافتم تا نخ نشانم. رج 45 26 پایه رو سر جای خودشون میبافیم، دور میزنیم تا برسیم به نخ نشانم. خب دوستان عزیز، رج 45 رو من ساده بافی کردم. رج 46 میام 8 تا پایه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8مین پایه. 8 تا پایه بافتم. بعدی رو من افزایش میدم. این هم از افزایشم. ادامه کار 17 تا پایه میمونه که میبافیم تا برسیم به نخ نشانمون. چون این رج ما افزایش داشتیم، پایه هامون میشه 27 پایه. رج 46 رو من بافتم، رسیدم به نخ نشانم که توی این رج من 27 تا پایه دارم. بعد از این 2 رج ساده بافی دارم، یعنی رج 47 و 48 همین 27 پایه رو سر جای خودش میبافیم. خب رج 47 و 48 رو من ساده بافی کردم. بریم برای بافت رج 49. 9 تا پایه تک میبافم.
1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. بعد از بافتن 9 پایه بریم پایه بعدی رو ما افزایش میدیم. 1 2 یعنی 2 تا پایه رو تو 1 پایه میبافیم. افزایش رو انجام دادیم، میریم 17 تا پایه دیگه میبافیم تا برسیم به آخر رج، یعنی برسیم به نخ نشانم. رج 49 رو بافتم که برام 28 تا پایه مونده. این 28 تا پایه رو 2 رج ساده بافی میکنید. رج 50 و 51 شما ساده بافی میکنید. خب دوستان، من رج 50 و 51 هم بافتم. آخر کار یه بست میزنید و نخ و قیچی میکنید. برای پای دوم نخ و قیچی نکنید، نگه دارید برای وصل 2 تا پا و شروع بدن عروسکمون. آروم آروم داخل پا رو هم الیاف قرار بدین که حالت بگیره و زیبا بمونه. این هم از بافت پای عروسک. ممنون میشم لایک کنید، کامنت بذارید، شیر کنید، کانال یوتیوب ما رو به دوستاتون معرفی کنید.